خب بچه‌ها مجلس کارت زرد داد به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. دیگه به نظرم شما میشناسین دیگه، این 1000 سال مسئولیت داره و یکی از دلایلی که این کارتو گرفت و نتونست نماینده قانونی کنه خانم نادره رضایی بود که شما میدونید اصلاح طلبها کلا تو کار شومن، نخستین معاون هنری زن که انتخاب کرده و ایشون قبلا هم زمان روحانی نامه به اوباما نوشته بود و از جمهوری اسلامی چیزای بدی گفته بود که نماینده‌ها خیلی ناراحتن که چرا انتخاب کردی. قبلا هم یه فیش حقوقی 100 میلیونی ازش در اومده بود، تو اینترنت سرچ کنید میبینید و به خاطر این نماینده‌ها ریخته دادن سرش که چرا این کارو. حالا دلایل دیگه ای هم داره، این کلا ایشالله دفعه بعد استیزا شه، برای اینکه شما قراره بیای فیلترینگ رو رفع کنی، نذاری فیلم‌ها سانسور شه. این حرفایی که اصلاح طلبها میزنن هیچ کدوم انجام نداده. تو جشنواره فیلم کلی فیلمو سانسور کردن، توقیف کردن. فیلترینگ که هست، فرهنگ گروشم که قول داده بود چند تا فیلم فاخر سینمایی بسازه، اونا هم نساختن. هیچ کاری نکردن دیگه، اصلا هیچ کاری نمیکنه ایشون. تمام شده رفت. فالو یادتون نره.